درود. چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با ترکیب لاگ بیت پوش کاپ کنیم و کاپمون ببریم بالا. همینطور که میبینید کاپم الان 14850 تاست. خودم یکم بتل زدم، کاپم بردم بالا و حالا یه دونه بتل دیگه میخوام که کاپم بشه 15000 تا. بعد همینطور که اینجا میبینید اکثرا بتلا بردم، باختم داشتم مثل اینجا، اینا مثلا باخت داشتم ولی اکثرا بردم. بعد بدون معطلی بریم شروع کنیم. فقط لایک، سابسکرایب، زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم واسهتون بیاد. خب بدون معطلی بریم شروع کنیم. خب حریفمون دکینگه. ما از اینجا گابلین بره میندازیم. اینم گابلین بره داشت. این دکش دست سازه. ببین چیزی میندازه. خب گابلین اینجا میندازیم. آیس اسپریت. اینجا هم نایت. اینجا مجبور شدیم لاگو بزنیم، یه دمیجی بدی میزنه. خب اینجا منم بره رو میندازم. احساس میکنم اکسیر نداره، واسه همین گابلین نه اکسیر داشت. گابلین زدم فکر کردم اکسیر نداره. ترکیب حریفمون ضده اذیت میکنه. ببینیم میتونیم ببریم. چه باید برای بندازیم یکم اذیتش کنیم. خوبه. یا از اینجا بندازیم. ساکت شه برل. اومگا نایت هم دارین، خیلی زده این. این بره اونجا، این چیزو بزنه اینفرنو. این خیلی اذیت میکنه، مجبورم اینجا برل رو بندازم. وای 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 داش کرد، خیلی بافه این کارت. خب اینو اینجا میندازیم. خب گول خورد. خوبه خوبه خوبه. اینو اینجا میندازیم. لاگ اینجا. خوبه خوبه. تا حالا دمیج خوبی بهش زدیم. پرنسس. خب 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 این از اینجا. اینفرنو دستمونه. خب اینجا پکان نمیندازه. خب وای 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 وای. خوبه خوبه. داشت نکرد. و یه دمیجی زدیم. یکم کارمون سخته.
جا من اینفرنو میندازم. سایت دارم زودتر ساکت شه اینا. خب خوبه. روز اسپریت دوباره برد ساکت. باید زود ساکت کنیم. خب آها کارش تمومه ایول تمومه کارش تمومه. درود ایول. اینم از 150 تا کاپ. خب اینم از این آرنای جدید. خب اینم باز کنیم. یه وایلد کارت خوبه. بد نیست. خوبه. چیزای خوبی داد. خب مرسی که این ویدیو دیدید و تا ویدیوهای بعدی فعلا شب خیر.